خدای شکرت که سال 2021 هم به خیر گذشت و تموم شد. امشب شب سال 2022 هست. ایشالله که سال خیلی خوبی باشه. دارم آماده میشم برای یک مهمونی خیلی خوب خونه یکی از دوستام ترکمنستانیه. ولی جالبیش اینه که من باید خودم آشپزی کنم. یعنی هر وقت میرم اونجا میگه باید خودت آشپزی کنم. حالا شما رو میخوام توی این ویدیو شریک کنم که ایشالله که خوشتون بیاد. غلامم بذارم چون شب عیده و برای آشپزیم موهامو جمع میکنم که حسابی بهداشت رو هم رعایت کنم. خب من آمادم، بریم با هم غذای ترکمنستانی رو درست کنیم و لذت ببریم. یه مقداری روغن، دنبه خورد شده، یه مقداری تلم، گوجه فرنگی، فلفل، هویج و سیر، گوشت، دل و قلوه و جگر، یه مقداری سس که با رب گوجه فرنگی و آب در واقع قاطی شده و پیاز، خب دوستای عزیزم، با هم مواد خوراک جیگر ترکمنستانی رو دیدیم. حالا بریم که درستش کنیم. دوستای عزیزم، قابلمه رو گذاشتم رو گاز و ابتدای امر یه دونه روغنی که اینجا حاضر گذاشتم رو به اندازه استکان کمتر میریزم. بعد از اون این دنبه خورد شده و شسته شده رو بهش کف قابلمه میچینم. در این قسمت گوشتا رو همه رو میچینم. این گوجه های خوشگلم میچینم روش که نصفم نشده ها، همینطور که میبینید. حالا بعد از چیدن گوجه ها میریم سراغ دل و قلوه و جگر. دوستان، دل به دو قسمت تقسیم شده و خوبتر نمیشه در این قضیه. این رو چینیم رو گوجه ها. در این قسمت که دو ردیف دل رو گذاشتم، پیازها رو میچینم. جیگرها هم که به این ابعاد باز خرد شده روشون میذارم. در این قسمت سیرها رو که به صورت درسته هم هست، خورد باز نشده، دوست کردم و شستم و الان میچینم روش. فلفل ها که به این ابعاد خورد شده. این قسمت هویج رو اضافه میکنم. دوستان، ما در ایران جیگرها رو به قول معروف به شکل‌های دیگه درست میکنیم. ما رو سیخ میکنیم و کباب میکنیم و یا جواد بغور هم درست میکنیم. خیلی از ماها دوست داریم. ولی در اینجا میبینیم که به این شکل درشت و
به خورد نشده توی قابلمه میپزیم. خب در این قسمت من نمک رو اضافه میکنم و سوسی که از قبل آماده کردیم و جالب ترین قسمتش کلمی هست که این رو من به این شکل باید بگذارم روی قابلمه. دوستان خیلی خوبه که آدم غذاهای ملل مختلف رو ببینه، یاد بگیره و امیدوارم شما هم وقتی درست میکنید از مزهش لذت ببرید. کلم ها رو گذاشتم روی غذا و درش رو میذارم. برای 1 ساعت زمان لازمه که این غذا درست بشه و اصلا نباید درش رو بردارید و اگر یه چیز سنگینم بذاریم روش دیگه خیلی بهتره. همراهای عزیز 1 ساعت گذشت و خوراک جیگر ما آماده است و دفعه آینده انشالله میخوام پلوی ترکمنستانی رو بهتون آموزش بدم. امشب ما دملمه هم زندن داریم. به به عجب خوراک جگر ترکمنستان. سال نو میلادی بر تمام مردم دنیا مبارک باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. جا داره که از میزبان عزیز ترکمنستانی به خاطر چنین ضیافتی در چنین شبی تشکر کنم و امیدوارم که از این پذیرایی لذت برده. Avrasya Group